Ana برادر من کماندیر یابی نویای غرب نام نرزلو قدی سرکماندان برادر اسلامی رزمانشاه قدی مصلحت کردیم وای مردک به من کفالت داد که شما قدی راست به پیش وای بیایم همه یک جگایی به پیش وای بیایم میریم نصیب باشه حاضر باشه برادر من رزمان اما کرد همین خیال که ما حتما قدی شما یک جای به پیش وای برسیم من جاینشینی برادر رزوانشاه هستم من همین خیل وعده ها میتیم انشالله که اگر در یک موی یک تشمو یک خاره بزنه اگر بگذار اول در من بزنه بگذار اول مرا فرا آنها با راه فریب و نیرنگ همه 60 نفر سربازان را به یکی از مسجدهای مرکز ناحیه رشت آوردند. در مسجد نیز آنها باز هم از صلح و دوستی سخن میگفتند و روایت‌های جالبی را قصه میکردند. و انشاءالله این برادرها به افاقه آمدن و مقصد ایشان چطوری که سرقماندانشان میگوید صلح است و از خداوند بزرگ مسئلت دارند که دوستی و همبستگی و صلح امانی را عطا بفرماید. این سربازان بیچاره از کجا میدانستند که هدف ترور نهضتیان خونخوار قرار میگیرند؟